اگر در هفته‌های انتهایی بارداریت هستی و با هر انقباض شکمت استرس میگیری، پس این ویدیو مال شماست. در هفته‌های انتهایی بارداری شما دچار یک سری انقباضات به اسم انقباضات براکستون هیکس میشید. این انقباضات رو کاملا در 3 ماهه اول بارداری هم احساسش کردی. توی 3 ماهه اول بارداری با هر انقباض براکستون هیکس شما نگران میشی، میگی نکنه دارم سقط میکنم، و تو 3 ماهه سوم هم با هر بار که انقباض براکستون هیکس میاد سراغت میگی نکنه دارم زایمان میکنم. اما این انقباضات براکستون هیکس کاملا یک لیبر غیر حقیقی یا دردهای غیر حقیقی هستن و بدن داره خودش رو آماده میکنه. و یادتون باشه دردهایی که مربوط به دردهای زایمانی باشن دردهایی با نظم مشخص و اینکه رفته رفته شدت بین دردها بیشتر و فاصله بین دردها کوتاه‌تر میشه. اما تو انقباضات براکستون هیکس از هیچ نظم خاصی پیروی نمیکنه، تازه بخوابی و استراحت کنی و راه بری و آب بخوری هم حالت بهتر میشه.